بریم ادامه بدیم مبحثمون رو. برخی عوامل مهم حادثه ساز توی گودبرداری ها رو با هم مجددا یه مرور بکنیم. نامناسب بودن فونداسیون کی؟ فونداسیون همسایه. اینکه فونداسیونش خوب نباشه میتونه ایجاد خطر بکنه واسه گود ما. وجود قنات‌های قدیمی در کنار گودمون، ریزش دیوارهای جانبی ملک مجاور، ریزش چاه، برداشتن دیوارهای حمال، ریزش باران روی بام، فرسودگی ساختمان‌های همسایه، وجود دیوارهای مشترک بین ما و همسایه، انجام گودبرداری غیر اصولی و عدم نظارت کافی مهندسای ناظر، فرسودگی سقف‌ها مثل سقف‌های چوبی، ریزش طوقه‌های چاه، بحث نشت آب، ترکیدن لوله و عدم ایجاد ساز نگهبان در زمان گودبرداری، اینا همه از عواملیه که بروز حادثه میکنه. خب این بحث های مکانیک خاک و اینا رو کاری باهاش نداشته باشیم، برسیم به این عمق ترک کششی دوستان و عمق پایدار گود. اگه یادتون باشه دیروز بهتون قول دادم، گفتم که آقا بعضیاتون هم گفتید بعضی وقتا ما یه گودایی رو میبینیم چند متر اومدن گود برداری کردن بدون هیچ ساز نگهبانی سر جاش وایساده. این چه توجیه علمی میتونه داشته باشه؟ توجیه علمیش اینجاست دوستان، این که حالا تو اون کلاس‌های حضوری ما اینا رو فرمولا رو اثبات و اینا میکردیم، ولی الان دیگه دلیلی نداره بخوایم اثباتش بکنیم. اینو بدونید که در نهایت با یه سیفتی فاکتورای 2.67 که میزنن به این رابطه، عمق پایدار گود میشه این فرمولی که اینجا زده میشه، این با وجود سیفتی فاکتور 2.67. چی میخواد بگه؟ میگه آقا یه جایی رو که میخوای بکنی بدون هیچ ساز نگهبانی چند متر میتونی بکنی؟ توی خاک رس خیلی سخت سمنت شده ممکنه 10-12 متر بکنی هیچ اتفاقی نیفته. ممکنه توی خاک دستی یا شن و ماسه‌ای فاقد چسبندگی نیم متر هم بکنی اتفاق بیفته. این عمق پایدار گود خیلی برای مهندسای ناظر و دستگاه نظارت و سیستم مهندسی مهمه. من خودم هر وقت به هم یک کاری پیشنهاد میشه برای نظارت، جز کارهایی که میکنم اینه که میام عمق پایدار، یعنی دفترچه ژئوتکنیک رو میذارم کنار دستم، میگم چسبندگیش چقدر بود، وزن مخصوص، زاویه استکاک داخلی، میذارم توی این فرمول، عمق پایدار گودم رو به دست میارم. اگه عمق پایدار گودم بیشتر از عمق گودم بشه خیالم راحته، میگم آقا این خاک جونداریه، خدا رو شکر. بنابراین شما پیشنهاد میکنم این کار رو انجام بدید. خیلی هم فرمولش ساده است، خیلی هم شبیه همون فرمولیه که توی HSC بود، عمق کریتیکال یا عمق بحرانی تو مبحث هفتم، خیلی شبیه همونه، اصلا از همون جام آورده شد. عمق پایدار گود یا HS فرمولش اینه: 1.5 C چسبندگی خاکه بر حسب کیلو پاسکال تقسیم بر گاما وزن مخصوص خاکه، کیلو نیوتن بر متر مکعب. رادیکال کای آ رو براتون معرفی کرده بودم، یک منهای سینوس فی تقسیم بر یک به اضافه سینوس فی، منهای 75 صدم کیو. این کیو چیه؟ کیو سربار خاکه. اینهاش اگه یادتون باشه گفتیم که، بذاریم یادتون مونده از دیروز یا نه، گفتیم برای سربار روی خاک به ازای هر طبقه از ساختمان مجاور چند کیلو پاسکال در نظر میگیریم؟ یادتون هست دوستان؟ 10 کیلو پاسکال. عالیه جناب شفایی، ممنون جناب فیضی، عالی. دقیقاً به ازای هر طبقه از ساختمان مجاور 10 کیلو پاسکال در نظر میگیریم. 6 طبقه است، بذار کیو رو 60 کیلو پاسکال. 10 طبقه است، بذار 100 کیلو پاسکال تقسیم بر گاما وزن مخصوص. یه عمقی بهت میده که اگر این عمق رو به دست بیاری بهش میگن عمق پایدار گود. در نتیجه اگر عمق گود برداری کمتر از عمق پایدار باشد، از لحاظ علم ژئوتکنیک نیازی به سازه نگهبان نیست. واحدها چیان؟ یک بار دیگه: 30 کیلو پاسکال، گاما وزن مخصوص کیلو نیوتن بر متر مکعب،
کای آ که واحد نداره، فیه و سینوس و کوسینوس اینا. کیو بر حسب کیلو پاسکاله و گاما هم که براتون گفتم کیلو نیوتن بر متر مکعب. حالا سوال اینجاست، آیا من وقتی که عمق گودم کمتر از عمق پایداره میتوانم ساز نگهبان نزنم؟ پاسخ علمیش اینه که آره، اما من پاسخ علمی به دردم تو دادگاه نمیخوره. پاسخ حقوقی میگه که بر اساس مبحث 7 و 12 آیین‌نامه حفاظت کارگاهی دستورالعمل‌های آتش نشانی، عمق گودبرداری بدون مهار و سپرکوبی محدود به 1.2 متر شده است. یعنی این آیین‌نامه ها دستورالعمل ها میگن هر گودی بالای 1.2 متر نیاز به ساز نگهبان داره، حتی اگه عمق پایدار گودت زیاد باشه. اینم بحث عمق پایدار گود. نگاه کنی ساز نگهبان نداره. نمیگم کار درستی، اتفاقا کار غلطی از لحاظ مقررات ملی ساختمان، ولی نگاه کنید 5 متر 6 متر اومده گود برداری کرده، جای ناخونای بیل مکانیکی هم همچنان داریم میبینیم، خاک جوندار، خاک با معرفت، سمنتاسیون بالا، چسبندگی خاک خوب، بدون ساز نگهبان خودش وایستاده. اما آیا دلیل داره الان وایستاده باشه یه ما دیگه وایسه؟ نه، کسی یه ما دیگه رو تو گود برداری تضمین نمیکنه. یه گودی بود 5-6 سال پیش سمت شهر ری، اتفاقا چسبیده به شاهدالعظیم هم بود. اینجا رو اومده بودن 20 متر حفاری کرده بودن بدون هیچ ساز نگهبانی. همون موقع که حفاری کرده بودن دیده بودن خب وایساده دیگه، لابد وای میسه. روسه یه مقدار رطوبت داشت. یکی دو هفته که گذشته بود آفتاب خورده بود به دیواره گود، روسه چون رطوبتش رو از دست میده شیرینکیج کرده بود، جمع شده بود، ترک خورده بود، از همون ترکات میریخت و این بندگان خدا ترسیده بودن و خیلی خطرناک بود به هر حال. خب بریم یه چند تا قواعد گزارش نویسی رو توی گود برداری با هم دیگه بخونیم. اینا نکات جالبی. بعضی وقتا ما میشیم ناظر یک پروژه‌ای و مالک میگه که آقا من فعلا پول ندارم تخریب کنم. میگیم خب پس خبرم کن دیگه، وقتی کار نمیکنه من چی رو برم سر بزنم. یه دفعه مثلا میری ناخودآگاه یه سری بزنی بعد یه چند هفته میبینی ایشون تخریب کرده وسط گود برداریه. یا مثلا بعضی وقتا زنگ میزنه مالک میگه آقا ما تخریب و گود برداری رو انجام دادیم، آخر گود برداری این گزارش منو میدی؟ می مرد حسابی تو قرار بود به من شروع عملیات رو خبر بدی، گودتو تکمیل کردی به من میگی گزارش گود بده. تو اینجور مواقع باید چی کار کنیم دوستان؟ بعضی از ناظرها همکارامون میگن اوه زود بریم برگ شروع به کار رو بدیم که بعد بتونیم گزارش گود برداریشو براش رد بکنیم. تو اینجور شرایط به هیچ وجه برگ شروع به کار رو چه تو حین تخریب چه تو حین گود برداری امضا نکنید، بلکه یه نامه باید به شهرداری بزنید، رونوشتش هم به مالک و شهرداری منطقه و نظام مهندسی و اداره کار و اینا بزنی، آتش نشانی و کلانتری هم حالا خبر باید بکنید بیان استعلام بکنن که چی؟ برای اینکه ایشون بدون اجازه دستگاه نظارت اقدام به گود برداری کرده. شما از کجا میدونی این ساز نگهبانی که مثلا زده درست بوده یا نه؟ از کجا میدونی؟ چون بعضی چیزها رو باید در حین ساخت آدم کنترل بکنه. اگر مالک یا شخص نامه هایی که دارید بهش میزنید و تحویل نگرفت باید ابلاغ قضایی بکنید بهش دوستان. چه طراح، چه مالک، چه مجری ذی‌صلاح، اینا اگر نامه هاتون رو نگرفتن، رسید و امضا نمیکرد، ابلاغ قضایی براش بکن. ابلاغ قضایی هم خیلی ساده است. الان میری تو سیستم صنایع قوه قضاییه به اون آدرسی که مالک یا بقیه دادن نامه ارسال میکنی، ابلاغ قضایی میکنی براش. این یعنی باید به دستش برسه چون موظف توی اون آدرس باشه. نامه‌ای که باید به شهرداری بزنیم نمونهش اینجا هست. این جانب مهندس فلانی، ناظر ساختمان شماره پرونده فلان،
بدین وسیله اعلام می‌دارم که مالک بدون اطلاع کتبی بنده و بدون اخذ برگ شروع به کار اقدام به تخریب و گودبرداری نموده. نظر به اینکه پلاک‌های مجاور دارای بافتی فرش شده هستند و گودبرداری تا عمق فلان انجام شده، احتمال ریزش همجواری‌ها وجود دارد و با توجه به اینکه ساز نگهبان دیگر متناسب برای گود ایجاد شده نیست. چه قشنگ نوشته اینجا رو. داستان چیه؟ میگه آقا قرار بوده اینجا مثلا بیاد خرپا کار بکنه. خب وقتی میخواد خرپا کار بکنه قبل از گود برداری باید بیاد چاه بزنه، گمانه دستی بزنه و اعضاء قائم خرپا رو قبل از گود برداری اینجا ست کنه. بعد همزمان با گود برداری بیاد خرپاشو تکمیل بکنه. جلوتر حالا روش ساخت و بیشتر با هم صحبت میکنیم با تصاویر و فیلم و اینا. اینجا چقدر قشنگ داره میگه آقا ایشون میخواسته 7 متر گودو برداره، تا حالا 2 متر 3 مترشو برداشته بدون هیچ ساز نگهبانی و الان دیگه اون نقشه های ساز نگهبانی که به من داده قابل اجرا نیست. دوستان عزیز دیروزم فکر کنم بهتون گفتم سازه های نگهبان یا قبل از گود برداری احداث می شود مثل شمها یا در حین گود برداری احداث می شود مثل نیلینگ و مهار متقابل و خرپا. این که شما بیای بعد هر روش ساز نگهبانی یه جوره، شما نمیتونی بیای 3 متر 4 متر رو برداری بعد شروع کنی اعضای قائم خرپا رو بزنی. برای همین داره میگه آقا دیگه الان من به دردم نمیخوره ساز نگهبان. برای همین خواهشمند است مالک را موظف نمایید تا در اسرع وقت با مراجعه به مهندس محاسب نسبت به تهیه نقشه های ساز نگهبان جدید و اجرای آن توسط مجری صلاحیت دار اقدام بکنه. بدیهی است در صورت وقوع هر گونه حادثه کلیه مسئولیت ها به عهده مالک و شهردار خواهد بود. این نمونه ابلاغ قضایی ناظر به مجری هست مثلا که اومده ابلاغ قضایی کرد. این خیلی نکته مهمیه دوستان. خیلی خواهش میکنم، واقعا تقاضا میکنم اگر کنارتون قلم و کاغذ هست اینو با یه فونت درشتی چیزی بنویسید. دوستان عزیز، همکاران گرامی، در هنگام گود برداری هیچ وقت نباید چه به صورت کلی چه به صورت جزئی دستور جلوگیری از عملیات بزنید. به هیچ عنوان. چرا؟ خلاف داره. باید بگی آقا در اسرع وقت باید ترمیم کنه، بهسازی کنه، مقاوم سازی کنه، درست اجرا بکنه در اسرع وقت. شما میگی جلوگیری، دستور جلوگیری میدی، 4 روز بعد میاد پایین. مالک تو دادگاه میگه که اگه ایشون دستور جلوگیری نداده بود گذاشته بود من کار بکنم فونداسیونم رو ریخته بودم این اتفاق نمیافتاد. راستم میگه، محکومتون میکنه. دوستان گرامی، همکاران عزیزم، مرحله گود برداری تنها مرحله ای از ساختمان است که شما به هیچ عنوان نباید دستور جلوگیری بدید که هیچی، جلوگیری از عملیات ساختمان. جملاتی که می نویسید اصلا کمترین بویی از جلوگیری نده. یعنی اینجوری هم نشه تفسیرشون کرد که دارید دستور جلوگیری از عملیات ساختمان میدید، چون به ضررتونه. اتفاقا باید بگید در اسرع وقت اقدام به مقاوم سازی ساختمان های مجاور، ابنیه فنی، سازه های نگهبان در اسرع وقت باید بکنه. به هیچ وجه دستور جلوگیری پس ندید. خب اینجا دوباره تکرار کردیم در گزارش ها نباید دستور توقف کار صادر بشه. یه نامه شهرداری این پایین من گذاشتم، جالب اینو با هم دیگه بخونیم. داستان چی بوده؟ خلاف میشه رد کرد جناب میرزایی. آره خلاف رو رد بکنید، اصلا باید رد بکنید. باید بنویسی بله ایشون ساز نگهبانش درست اجرا نشده، اینجا خلاف داره، اتصالش اینجوریه، فاصله هاش اینجوریه، تو شمعش این ایرادو داره. خلاف میشه رد کرد. اما اینکه مثل بقیه مراحل به خاطر ایجاد خلاف دستور جلوگیری بزنی، نه. مینویسی که بله ایشون خلاف داره و در اسرع وقت باید جداره های گود رو ایمن بکنه، ابنیه مجاور رو
مهار بکنه، ساز نگهبان رو درست اجرا بکنه. اگر مالک بدون اطلاع به ناظر عملیات ساخت رو شروع کنه محکوم می شود. بله، محکوم می شود. اگر بدون اطلاع ناظر عملیات ساخت رو انجام بده، اون موقع شما مکلفید که نامه بزنید که ایشون این عملیات رو بدون اینکه به من در واقع اطلاع بده داره انجام میده. دیگه شهرداری خودش میدونه. جناب میرزایی گفتن الان توی پروژه من خلاف رد کردم و دستور اجرای کار برای ایمنسازی گود دادم، ولی ناحیه جلوی کار رو گرفته. توی گود برداری اگر باشه، خب حالا شما که کار بدی نکردی، شما خلافت رو رد کردی و ادامهش هم نوشتی ایمنسازی گود رو باید انجام بدی. این که ناحیه اومده جلوشو گرفته، خب خودش نامه زده، کار اشتباهی هم کرده. الان نامه شهرداریه اینجا دیگه، اینجوری باید ناحیه نامه بزنه، اصلا نباید جلوگیری از کار بشه. در مقابل گود رها شده چه اقدامی باید بکنید؟ اگر گودی همینجوری رها شد، مالک پول نداشت رهاش کرد، یه نامه باید به طراح بزنی که آقا این گود همینجوری رها شده، اگر کار تقویتی لازمه به من بگو. و اگر گود درست اجرا شده و رها شده، کار دیگه ای نمیخواد انجام بدید به هر حال، مگر اینکه از اون حالت 1 سال داره رد میشه. ولی اگر زیر 1 ساله و درست هم اجرا شده، همش عین مطابق نقشه ها بوده، کار خاص دیگه ای نمیخواد انجام بدید فعلا تو گزارش ها. مگر اینکه یه جای آب بده، خیس بشه، نمیدونم ایمنی گود به خطر بیفته، که اونجا باید حتما نامه‌نگاریاتون رو با شهرداری و طراح انجام بدید. به مالک هم نامه بزنید که آقا با توجه به اینکه این قسمت دیوارهای گود داره آب میده، باید طرح تقویتی رو از مالک، از طراح بره و بگیره، مگر اینکه شرایط بدی اتفاق بیفته. یه دور این نامه رو با هم بخونیم. داستان چی بوده؟ ناظر رفته دیگه، دیده که ساز نگهبان مطابق نقشه ها نیست، نامه زده به شهرداری. شهرداری در پاسخ گزارش مهندس ناظر این نامه رو زده: با توجه به وضعیت خطرناک محل گود برداری شده، گزارش مهندس ناظر و عدم توجه به تذکرها بدین وسیله به شما اخطار می‌گردد. جناب مالک، ببینید چقدر خوشگل نوشته: از انجام هر گونه عملیات ساختمانی به غیر از ایمنسازی جداره گود، مهار ابنیه مجاور و اجرای ساز نگهبان مورد تایید مهندس محاسب، خودداری به عمل بیارید. میگه کار بخوابه مگر در ایمنسازی جداره گود، مهار ابنیه مجاور و اجرای ساز نگهبان. بدیهی است در صورت عدم توجه شهرداری رأساً اقدام به ایمنسازی و نصب ساز نگهبان نموده، هزینه‌های جانبی رو با 30% ارزش افزوده اخذ میکنه. مسئولیت رو ببینید شهرداری به کی داده. خود ناظر گزارش داده بوده مسئولیت بروز هر گونه خسارت جانی و مالی به عهده مالک و مهندس ناظر پروژه است. ایراد نداره، مهندس ناظر هم مینویسن به عهده مالک و شهرداری است، ناظر هم تو جواب مینویسه به عهده مالک و ناظر پروژه است. اصلا هم رو درباسی با شهرداری نداشته باشید. شما دارید گزارش میدید به شهرداری، بهش میگه آقا من گزارشم رو بهت دادم، بقیه کارها با تو، هر اتفاقی افتاد مسئولیتش با توه. بنویسید حتما توی گزارشاتون. خب ادامه بدیم دوستان. یک ناظر، یک مجری ذی صلاح خوب، در ابتدا وقتی کار بهش مراجعه میشه، باید بره نقشه های ساز نگهبان رو ببینه، کنترل بکنه، اگه مشکلی داره به طراح اطلاع بده. نه فقط نقشه های سازه نگهبان، نقشه های خود سازه، نقشه های معماری، تأسیسات، همه رو باید نگاه بکنه و اگر مشکلی داره حتما به طراح نامه بزنه. حتما پیشبینی راه ارتباطی با محاسب در ابتدای بستن قرارداد نظارت رو داشته باشید. ما یه رفیق داشتیم، نظارت یه جا رو قبول کرده بود، بعد پیگیر
طراح شده بود، دیده بود طراح اصلا خارج از کشوره، گویا حالا مهر و ایناش دست یکی بوده اونجا زده بوده، اصلا نمیشه باهاش ارتباط برقرار کرد. اونجا باید چی کار بکنیم؟ سری نامه زده بود به نظام مهندسی و شهرداری که آقا این طراح ما اصلا نیستش. اصلا هم خال زنک بازی نیستا، یعنی بعضیا میان رو در وایسی میکنن، بعضیا خیلی اخلاق مدارن و این اخلاق مداری به درد رفتارهای حرفه‌ای کاری نمیخوره. یعنی بگیم ای وای من چرا برم نون مثلا محاسبه که الان خارج از کشور رو آجر بکنم، اصلا از این فکر را نکنید. کار حرفه‌ایه. صحبت با خاله و عمه و دایی و مامان بزرگ بابا بزرگ اینا نیست که تا اونا رو تا میتونید اخلاق مدار باشید، به پدر و مادر احترام بذارید اینا، ولی در کار حرفه‌ای با هیچ کس تعارف نداشته باشید، چون اگر کوچکترین اتفاقی بیفته اونا هیچ تعارفی باهاتون نخواهند داشت. بنابراین راه دسترسی برای ارتباط برقرار کردن با محاسب رو حتما داشته باشید. دوستان عزیز، همکاران گرامی، خیلی وقتا متاسفانه مالک‌ها این بساز بفروشا میان و گولمون میزنن، میگه اجازه بدید این بخش رو اجرا نکنم بعدن اجرا بکنم، من تا حالا 20 تا ساختمون ساختم، من تا حالا ناظری مثل شما ندیده بودم. همشون هم میان سوادمون رو هدف میگیرن. کارشون اینه، میاد میگه من تا حالا همچین مهندس ناظری ندیده بودم، شما چند تا ساختمون تا حالا نظارت کردی؟ من 20 تا ساختمون. اون اعتماد به نفسمون رو هدف قرار میدن. دوستان خواهش میکنم درگیر این بازیای مالک‌ها و بساز بفروش‌ها نشید و تا میتونید سواد کار خودتون رو ببرید بالا. حواستون باشه ما فقط یک گزارشگر هستیم. ما باید اون چیزی که در کارگاه میبینیم و با نقشه‌های اجرایی متناقض متفاوته گزارش بکنیم. راجع به اینا تو کلاس‌های گزارش نویسی فکر کنم زیاد صحبت کردن. بحث ثبت گزارش همجواری‌ها در دفتر خدمات الکترونیک خیلی مهمه دوستان. اینکه آقا اینجا یه ساختمون 6 طبقه از زیرزمین داره یا نداره، بافتش فرسوده است یا فرسوده نیست، نمیدونم زیرزمین چند تا داره. این بحث حیات اینجا وجود داره، اینجا گذر وجود داره. این همجواری ها رو حتما گزارشش رو رد بکنید، توی گود برداری به دردتون میخوره. توی گزارشاتون مخصوصا توی گود برداری حتما اگر مجری ذی صلاح وجود نداره حتما بگید. کلیه عملیات اجرایی باید توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با صلاحیت دار انجام بشه. و یه نمونه نامه‌ای هم اینجا براتون آوردم، دیگه نمیخوام ازش بخونم، که باید عملیات ساختمانی با حضور یک مجری ذی صلاح باشه و اگر مجری ذی صلاح حضور نداره در تمام گزارش‌هایی که میدید تهش بنویسید مجری ذی صلاح نیست، همچنان مجری ذی صلاح وجود نداره، علیرغم گزارش‌های قبلی که اطلاع داده بودم همچنان مجری ذی صلاح حضور ندارد و غیره. این باز یه نامه‌ای مبنی بر این که بد نیست بخونیمش، مبنی بر این که باید مجری ذی صلاح وجود داشته باشه. حالا چون یه خوردم راجع به گود برداری هست میخونیمش. به اطلاع شهرداری محترم میرسانم علیرغم تذکرهای داده شده به مالک مبنی بر انعقاد قرارداد با مجری مندرج در پروانه و استفاده از مجری جهت اجرای عملیات ساختمانی، مالک عملیات تخریب را با استفاده از پیمانکار فاقد صلاحیت شروع کرده. از کارگران غیر مجاز هم استفاده کرد و توی تخریب هم دارن از چکش بادی و کمپرسور استفاده میکنن. نظر به قدیمی ساز بودن همجواری ها و احتمال آسیب دیدن اونها بر اثر ارتعاشات کار با چکش بادی و اینکه HSE و موارد ایمنی و تجهیزات حفاظت فردی و اینا هم کنترل نمیشه، نوشته جلوگیری نمایید. ما که گفتیم جلوگیری نباید بکنه، خب این آخه تو عملیات تخریبه، عملیات گود برداری نیست. دارن عملیات در حال تخریب غیر اصولیه اینها، بنابراین میتونه دستور جلوگیری بده. خب بریم سراغ اسلاید بعد. اینا رو دیگه توضیح بهتون
دادم. جاهایی که ما میتونیم نامه بزنیم کجاهاست دوستان؟ مهمترینش دفتر خدمات الکترونیک، نظام مهندسی، مالک و طراح. این 4 تا خیلی مهمه. واحد کار و امور اجتماعی محل هم نامه بزنید. چرا؟ برای اینکه اگر حادثه‌ای برای کارگری چیزی اتفاق بیفته، اول از همه وزارت کار میاد میگه جناب ناظر، توی این حالت شما باید میدونستی که کار خطرناکی داره انجام میشه و به من اطلاع میدادی. یه نمونه ای مثلا من یادمه توی شورای انتظامی یه نفر اومده بود، یه کارگری سرش خورده بود به یه آهن، یه مقدار شکافته بود در حد چند تا قطره خون. الان کارگرها رو یاد گرفتن دیگه، میرن بیمه تامین اجتماعی و میرن اداره کار و اینا شکایت میکنن و میگن آقا ما تو کارگاه فلانجا داشتیم کار میکردیم و شاید بخوان از بیمه های بیکاری تامین اجتماعی استفاده کنن. به هر حال تامین اجتماعی و وزارت کار از روی شکایت اینا میفهمه و میگه شما بدون کلاه ایمنی داشتی تو کدوم کارگاه کار میکردی، حالا بیا درستش کن. به خاطر همین میگه به کار امور اجتماعی محل هم نامه بزنید. آتش نشانی و کلانتری هم میتونی زنگ بزنی و بیان در واقع استشهاد محلی پر بکن. آها، اینم خلاصش اینجوری میشه. ببینید دوستان، وقتی یه مالکی تماس میگیره میگه شما شدی ناظر ما و خب اول از همه میتونی شما اینو قبول بکنی یا نکنیدی. حواستون باشه اولین کاری که میکنید قبل از قبول کردن یه جلسه باید بذاری مالک صحبت بکنی. بری هم مثلا سر ساختمون باشه خیلی هم بهتر، هم جواری ها رو نگاه بکنی، هم مالک رو ببینیش، با مالک صحبت کنید، از لحاظ شخصیتی مالک رو ارزیابی کنید. دوستان عزیزم، با این مالک میخوای 2-3 سال کار بکنی، 1 سال 2 سال 3 سال میخوای کار بکنی. عین ازدواج باید باهاش برخورد بکنی. یعنی چجوری قبل ازدواج میری از در و همسایه طرف میپرسی آقا این از لحاظ شخصیتی درست هست؟ اینم همون جوریه. یعنی اگر مالکت مالک خوبی باشه خوش به حالت، اگه مالکت مالک بدی بود میاد وقتتو میگیره، هزینه زیاد بهت القا میکنه، هی باید بری سر ساختمونش، اعصاب خوردی داره. من داشتم از این مالکا، من مالک داشتم از چاله آسانسور میخواست منو پرت کنه بیرون، یه آدمی اصلا بود وحشتناک. مالک هم داشتم گل عالی. الان دیگه یاد گرفتم اول از همه قبل از اینکه تیک قبولی رو بزنم برای نظارت میرم با مالک 4 تا کلمه حرف میزنم ببینم این آدم اصلا آدمه یا نه یه گرگ بیابون دیده است که میخواد مثلا حسابیت تو این ساختمونش هم سود بکنه، راههایش هم میدونن چجوری با ناظرا صحبت بکنن و اینا. خواهش میکنم مالک ها رو ارزیابی شخصیتی بکنید دوستان. چطور ارزیابیشه؟ ارزیابیش صحبت. وقتی میبینی یارو کتشو وا کرده میگه مهندس چه خبر، کجا بودی، نمیدونم، اینجوری صحبت میکنه، یعنی خب این شخصیتش به شخصیت ما نمیخوره دیگه. اما وقتی احترام میذاره، نمیدونم، بعضیاشون هم خب واقعا تو یه جلسه نمیشه ارزیابیشون کرد، خیلی هاشون هم لو میدن خودشون. به هر حال دوستان ببینید، پلاک های مجاوری که فاقد ایستایی ذاتی هستند، راجع به اینا میخوایم صحبت بکنیم. من نظارت یه جایی رو گرفتم، میدونم این گودو بیام بردارم طبق نقشم عمل بکنم، حتی بدم به طراح طرح تقویتی هم بهم بده، انقدر این ساختمون همسایه داغونه، ساختمون با اسکلت چوبی یا سنگ و آجر رو گذاشتن بدون هیچ فونداسیونی، منم کنارش باید حالا گود بردارم. فاقد ایستایی ذاتیه، ذاتن این ساختمون مشکل داره، هیچ کاریش نمیشه کرد. چی کار باید بکنیم؟ اول از همه ببینیم میتونیم مالکای اون ساختمون رو مجاب بکنیم که این مالک ما بخره ملکشو.
میگیم آقا میفروشی ملک تو به این مالک ما؟ مثلا میگه نه نمیفروشم. میگه خب میذاری تجمیع بکنیم، واحدای نو بهت بدیم؟ میگه نه تجمیع هم نمیذارم بکن. میگیم خب پس اجازه بده ما از داخل بیایم مقاوم سازی بکنیم، اجازه میدید؟ میگه نه اصلا پاتو بذاری اینجا قلم پاتو نافلا کن. و همچین مواقع باید چیکار بکنیم؟ چاره ای نداریم، دادخواست تامین دلیل بکنیم. یعنی کارشناس رسمی دادگستری باید بیاد تامین دلیل بکنه که بله این ساختمون فاقد ایستایی ذاتی است و قانون بین ما حکم بکنه. اینم بحث دادخواست تامین دلیل که ممکنه خیلی به پستتون بخوره. با توجه به اینکه عمق گودبرداری 3.8 متر، پلاک های مجاور بالاخص پلاک ضلع غربی بسیار فرسوده و با بافت کاهگل و چوبه و همچنین نقشه های ساز نگهبان متناسب با شرایط گودبرداری نیست. خیلی حرف قشنگی میزنه. من یه سوالی میپرسم، آیا اون طراحی که نقشه های ساز نگهبان رو به شما داده واقعا چند درصدشون اومدن ببینن ساختمونای اطراف به چه صورتی هن؟ واقعا چند درصد؟ خیلی کمن. حالا درصد نمیخوام بگم که تعجب بکنیم، ولی واقعا خیلی کمن طراحایی که بگن ضلع غربی ساختمون فرسوده با بافت کاهگله، پس من اینجا طرح تقویتی اینجوری بدید. این کی باید اینو بگه؟ ماه ناظر، حتی مجری ذی صلاح. اینا باید بگن که آقا جناب نامه بزنیم به طراح، جناب طراح این ساختمون غربی من بافتش فرسوده از کاهگل و چوب، طرح تقویتی اگه داری به من بده. اینجا تو گزارشش ناظر نوشته، ببینید چقدر خوبه. لذا مهندس محاسب میبایست نقشه های جدید ساز نگهبان تهیه بکنه که هم در حین عملیات تخریب و هم در حین گودبرداری قابل اجرا باشه. خواهش میکنم، تقاضا میکنم، اگر ساختمونهای مجاورتون داغونن، از این نامه ها هم به دفتر خدمات الکترونیک شهر بزنید، همین نامه رو به طراح بزنید. خیلی مهمه. چی سوال پرسیدید؟ حتی گاهی ناظر هم میگه گوش نمیده. ناظر هم میگه که بیا این کار رو کن. اشکالی نداره، ما قرار نیست حرف ما. ببینید دوستان، ما ناظر قرار نیست دعوا بکنیم، قرار نیست هرس بخوریم. ما باید نگارش خوب انجام بدیم در گزارش و به جاهای درست گزارشمون رو ارائه بدیم. تمام. قانونم راه گذاشته. نامتو برو بده به طراح، نمیگیره ابلاغ قضایی کن. تموم دیگه. کاری اصلا منتظر جواب چی هست؟ گزارش های خوب بدید به جاهای خوب. این نمونه تامین دلیل کارشناس رسمی دادگستری برای یک ساختمون داغونه در همسایگی. بحث دیروز هم صحبتش شد، اینکه قنات داریم، چاهای فاضلاب داریم، آب انبار داریم، اینا رو جدی بگیرید. اینکه در ساختمونمون چاه داره، بله مهندس جان ابلاغ هزینه داره، باید این هزینه ها رو انجام بدیم. اصلا مگه دفتر خدمات الکترونیک شهر میری اونجا پول نمیدی ارائه گزارش بدی؟ ابلاغ هم همونه، ایرادی نداره. چند 10 میلیون داریم پول میگیریم، یه پول ابلاغ قضایی ابلاغ نخوایم بدیم؟ اینا توش دیده شده، باید این هزینه ها رو بکنیم. ببینید دوستان، دیروز هم صحبتش شد. یکی از دوستان پرسید که اگر من در ساختمونم چاه داشته باشم، چاه فاضلاب، چاه آب، اینا رو چیکار باید بکنم؟ که من گفتم آقا با شفت آهک یا با قلب بتون باید پر بشه. این همین بحثه. چه تو ساختمون خودتون، چه تو ساختمونای همسایه نزدیک گودتون داشتید، تا میتونید با شفت آهک و قلب بتون پر بکنید. میتونی بری در خونه همسایه در بزنی، ببخشید من اومدم این چاه فاضلابی که بالای گود ما هست در ملک شما رو میخوام با قلب بتون پر بکنم. یه دو سه تا تیپایی احتمالاً میزنه به همون و پرتمون میکنه بیرون. نمیتونیم. اما یه کارهای مدیریتی بعضی وقتا میشه انجام داد دوستان. مثلا چی؟ ما یه پروژه داشتیم پایین هفته تیر مفتح جنوبی، کوچه جار. یه مالک خیلی با شخصیتی هم بود، یعنی
واقعا مالک درست و حسابی بود، بسیار احترام میذاشت و هرچی هم بهش میگفتی اجرا میکرد. گل بود واقعا. ما شروع کردیم به گود برداری. خب ساختمون غربیمون یه ساختمون مثلا 40 ساله بود، اما اسکلت جونداری داشت، فونداسیون هم داشت. ساختمون شرقیمون هم نوساز بود. ما شروع کردیم به گود برداری. به عمق 2-3 متری که رسیدیم، سمت حیات ساختمون غربیمون که 40 ساله بود، 40-50 ساله بود، نم وحشتناک داد. ما در خونه همسایه رو زدیم، رفتیم نگاه کردیم، به به، چاه فاضلابش به فاصله 1 متری از دیوار حیات کنار گود ماست. هر کی توالت میره و ظرف میشوره و حموم میره، این چاه فاضلاب آباش میاد توی دیواره گود ما. 2 تا راهکار داشتیم: یا این چاهو پر میکردیم با قلب بتون، یا اینکه به طراح نامه میزدیم که جناب طراح، ما اینجا یه همچین چیزی داریم، طرح تقویتی رو به ما اعلام بکن. خب اگه بخواد بره دنبال طرح تقویتی و نمیدونم یه پولی طراح بخواد بگیره و بعد طرحش بیاد بره تو نظام مهندسی تصویب بشه و اینا، داستان داره. چیکار کردم من؟ مسئول ساختمون و رئیس ساختمون و همسایه ها رو دعوت کردیم اومدن پایین، گفتیم آقا این چاهه که اینجاست برای ساختمون، برای گودبرداری ما خطرناک. این چاه شما هم مال 40 سال 50 سال پیشه، چند وقت دیگه میگیره، شما مجبوری بری یه چاه جدید بزنی. حالا که این درد مشترک رو ما داریم، یعنی هم برای گود ما خطرناکه، همین قدیمی شده چند وقت دیگه میگیره، اگه اجازه بدیم ما اینو پرش میکنیم، اون برای ساختمون یه چاه جدید میزنیم، تمام تاسیسات و اینا رو هم انتقالش میدیم با هزینه خودمون اونجا. اونا هم استقبال کردن، ما هم خیلی استقبال کردیم. در اسرع وقت، ظرف مثلا زیر 10 روز شد، یه چاه جدید اون ور ملک براشون کندیم، تاسیسات رو اونجا انتقال دادیم و اینو با قلب بتون پر کردیم. بعد از 3-4 روز هم دیگه دیواره گودمون هیچ نمی نداد. میشه از این جور کارا انجام داد، ولی اگه نمیشه باید طرحهای تقویتی رو داشته باشیم. خب بحث پرنمودن چاه‌های فاضلاب رو براتون انجام دادم، حجوب آب قنات رو دیدیم، اینا رو دیگه من میخوام سریع رد بشم. یه چند تا تصویر. دوستان عزیز، همکاران گرامی من، بحث بارندگی و آبهای سطحی رو خیلی جدی بگیرید. واقعا این حرف هم به صورت علمی هم به صورت آمار و ارقامیه. اکثر گودهایی که میریزه از چند ساعت تا چند روز قبلش بارندگی اتفاق افتاده. در فصلهایی که بارندگی داره خیلی مواظب باشید. اینجا رو نگاه کنید، طرف گود رو برداشته، فونداسیون رو ریخته، اسکلت هم زده، بارون زده و باعث شده که دیوارهای گود رو ببینید، درختها رو ریختن در داخل گود. این بحث بارندگی، اینکه دیوارهای گود رو از خیس شدن جلوگیری کنیم، دیروز خدمتتون عرض کردم یا نایلون باید بکشید تو دیوارهای گودتون یا اینکه شات کلیتش بکنید. بحث زهکشی رو بارها و بارها با هم مرور کردیم. نشت لوله آب پشت شات کلیت بوده، نتونسته زهکشی انجام بشه و باعث ریزش دیواره گود شده. خب رسیدیم به جمع‌بندی این قسمت. ما یه سری نکات مهم قبل از گود برداری خدمتتون عرض کردیم. یه سری از نکات مهم در حین گود برداری داریم و یه سری نکات مهم بعد از گود برداری داریم. یه دور با هم اینا رو یه بار دیگه مرور کنیم. قبل از گود برداری باید یه مهندس ناظر چیکار بکنه؟ شناخت کافی از خاک منطقه داشته باشه که خدمتتون عرض کردم با مطالعه گزارش ژئوتکنیک، با بحث بررسی گودهایی که در شعاع 100 متری گودتون دارید و اینکه با افراد متخصص ژئوتکنیک صحبت بکنید، شناخت کافی از خاک منطقه پیدا میکنید. آب، برق، گاز با همکاری سازمان‌های زیرربط باید قطع بشه. به ایستگاه آتش نشانی و اورژانس، اینو مبحث 12 نوشته، باید اطلاع بدیم ما اینجا میخوایم گود برداری بکنیم. چرا اطلاع نمیدیم؟ این ماشینای آتش نشانی یا اورژانس میان تو کوچه، میبینن طرف داره ماشینالاتش کار میکنه، خیابون بند اومده، داره گود برداری میکنه، تا دنده عقب بگیره و بخواد
از یه مسیر دیگه ای بره، اون چند دقیقه ای که تلف میشه ممکنه جون یه نفر به خطر. شناسایی موقعیت تأسیسات زیرزمینی اطراف گود خیلی مهمه دوستان. این که من زیر پیاده روم چه تأسیساتی دارم، چاه آب و فاضلاب همسایه کجاست، اینا همه باید شناسایی بشن قبل از گود برداری. توجیه ساکنین مجاور با هشدارهای ایمنی در مورد نیاز انتقال وسایل سنگین نزدیک گود به دهانه‌های دورتر. اینو خدمتتون عرض کردم. ما باید تو دهنه اولی که سمت گودمونه در ساختمون همسایه تا میتونیم بارها رو کم بکنیم بهشون اطلاع بدیم، میگیم آقا تا میشه این اسباب وسایل سنگین و فعلا این کارگرای ما هم کمک میکنن بچینیم اون بر که همکاری لازم رو لطفا داشته باشیم. در حین گود برداری چی کار بکنیم؟ اگر خاک محل گود برداری خاک های دستیه، گود برداری رو به صورت تدریجی و با مهار کامل دیواره ها انجام بدیم. برای جلوگیری از ریزش دیواره های جانبی در صورت عدم محدودیت در فضا، میگه اگر اطراف گودت فضا داری، شیب دیوارا رو ملایم بکن، عمودی نگیر. که تو کارهای نظام مهندسی در شهر تهران کم پیش میاد یه همچین چیز. دیوارهای هر گود برداری که عمق آن بیشتر از 2 متر است و خطر ریزش داره باید مهار بشه، که البته دستورالعمل‌ها اینو 1.2 متر گفتن. هنگامی که گود برداری پایین تر از پی ساختمان مجاور انجام میگیرد، باید نسبت به پایداری پیهای همسایه اقدام بکنیم. مصالح حاصل از گود برداری، مصالحی که میخوایم مثل بندیل آرماتور، کیسه های سیمان، نمیدونم آجر، اینا رو نباید به فاصله کمتر از 3 متر از گود بریزیم. مبحث 12 گفته 1 متر. از من مهرانی ها قبول کنید 3 متر، چون اون 1 متر برای گودهای کم عمقه. گودتون زیاد بشه اون وقت تحت تأثیر بیشتری قرار میگیره، تا 3 متر رو مد نظر قرار. بعد از گود برداری چیز زمانبندی و اجرای عملیات ساختمانی طوری تنظیم بشه که بعد از گود برداری سریع پیتون اجرا بشه. که خدمتتون عرض کردم مصالح آرماتور پی و قرارداد با بتون باید انجام بشه. بعد از وقوع بارندگی، سیل، زلزله، دیوارهای گود رو حتما باید بازدید بکنید و وسایل حفاظتی تقویتش بکنید. از استقرار ماشینالات سنگین در مجاورت لبه‌های بالای گود خودداری بکنید. جهت ایمنی عابرین پیاده و جلوگیری از سقوط افراد و اشیا، بحث نرده‌کشی، حصارکشی، پاخور، نصب علائم خطر، اینها رو باید حتما داشته باشید. طبق مبحث 12. بحث چکلیست نه فقط در گود برداری دوستان عزیزم. اصلا اگر میخواید واقعا ناظر خیلی حرفه‌ای باشید، شما باید چکلیست کار بکنید. یعنی از اولین مرحله تخریب تا آخرین مرحله باید چکلیست ببری سر ساختمون. نگید من چکلیست بردارم ببرم نشون دهنده ضعفمه. نگید دستمو بکنم تو جیبم قدم بزنم بفهمم کجاها خلاف داره، من خیلی ناظر خوب و حرفه‌ای هستم. خیر دوستان، همه جای دنیا دستگاه نظارت با چکلیست میره. اگر یک مرحله رو داری میری بازدید بکنی چکلیست نمیبری، ناظر چندان جالبی نیستی. خواستم یه چیزی بگم، حالا با چکلیست برید دوستان. الان خوشبختانه برید تو انتشارات نظام مهندسی، کتاب هایی وجود داره با چکلیست های خیلی خوب. توی گوگل سرچ بکنید، بزنید چکلیست گود برداری. یکیشو من اینجا نمونه براتون آوردم، 4-5 صفحه است، این صفحه اولشه. چکلیست های گود برداری: چکلیست اسکلت بتونی، چکلیست اجرای اسکلت فولادی، چکلیست سقف تیرچه بلوک، چکلیست ایمنی در مرحله فلان. باور کنید خیلی متنوعن این چکلیست ها. چند تاشو بگیرید و اون چیزی که با سلیقه خودتونه رو انتخاب بکنید. من نمونه چکلیست گود برداری اینجا براتون آوردم. صفحه اولش اطلاعات ملک رو داره، نام مهندس ناظر، مجری زی صلاح، همجواری ها و عرض شود که پلان رو اینجا میکشید براشون. بعد شروع میکنه چکلیست با سوال پرسیدن
کمکت میکنه که حواست باشه این چیزا رو. ناظر عزیز در مرحله گود برداری رفتی مجری حضور داشت؟ خیر. اینو تو گزارشم بنویسم. مالک حضور داشت؟ بله. جریان آب و برق قطع شده؟ جریان گاز قطع شده؟ علمک گاز جمع آوری شده؟ ساختمون الان تو چه مرحله ایه؟ وضعیت کلی خاک منطقه رو من بررسی کردم؟ بله. آیا اشیا و مواد زائد از محل گود برداری خارج شده؟ خیر. به مجری ذی صلاح میگم که آقا اینا رو باید خارج بکنید و تو گزارشم هم مینویسم. و یه عالمه سوال دیگه که خیلی هاشو با هم دیگه مرور کردیم. اینجا دارید میبینید عمق گودم چقدره، نوع ساز نگهبانم، آیا سپر خاکی اینجا میخوام بذارم یا نه، احتمال بارندگی وجود داره یا نه. از این چک لیست ها حتما استفاده بفرمایید دوستان. خب رسیدیم به روش‌های گودبرداری و اجرای سازه‌های نگهبان دوستان. اولین روشی هم که میخوام خدمتتون بگم همونه که شعار ژئوتکنیکیا بود دیروز خدمتتون گفتم. بهترین روش، بهترین ساز نگهبان برای نگهداری دیواره‌های گود خود خاکه. از خود خاک استفاده بکنید. اینجا داریم اولین مرحله دارم بهتون میگم آقا گود رو با پایداری دیواره ها به روش شیبدار استفاده بکن. چی جوری؟ شما اینجا میای یه شیب میدی اینجا کف گودته، اینجا یه شیب میدی، اینم اینجا. سازت قراره اینجا اجرا بشه. اینها سازت رو اینجا اجرا میکنی. بعد از اینکه این سازه رو اجرا کردی اینجاها رو میای پرش میکنی. مجددا اینجاها رو میای پر میکنی. من واقعا تو تهران کم پیش میاد یه همچین چیزی. یه پروژه فقط من داشتم شهرک غرب روبرو میلاد نور، یه خیابونه به اسم حسن سیف، اونجا کوچه دوم بود چهارم بود، انتهای کوچه یه پلانی بود اینجوری، زمین بزرگی داشتن، وسط اینجا میخواستن گود برداری کنن و ساختمونشون رو بسازن. خب اینجا جا بود که من شیب بخوام بدم. نه سپر خاکی نیست مهندس جان. سوال پرسیدید سپر خاکی؟ خیر، ما به این نمیگیم سپر خاکی. سپر خاکی اینه که شما میای اینجا رو شیبدار ور میداری، بعد میای تیکه تیکه این خاکای بین اینا رو ور میداری، تازه شروع میکنی ساز نگهبان زدن. نه این نیست. این فقط داری گودتو به جای اینکه عمودی ببری که بریزه، با شیب پایدار ور میداری و ساختمونتو اینجا احداث میکنی. اینجا رو بعداً پرش میکنی. سپر خاکی یه چیز دیگه است که حالا تو خرپاها خیلی راجبش صحبت میکنیم و دیروز هم یه مقدار راجبش صحبت کردیم. اصلا منظورمون سپر خاکی نیست. خب این شیبی که قرار پایدار بماند به نوع خاک بستگی داره دیگه. یعنی یه خاک داغون باید با شیب ملایمتری برداشته بشه، یک خاک خوب میتونه با شیب تندتری برداشته بشه. این جدولی که اینجا براتون آوردم همینه. اگر جایی که داری گود برداری میکنی سنگ پایداره، شما دیوارهای گودتو عمودی بردار. بعد اومده خاک ها رو گروه بندی کرده، گروه A، B و C. اینا چه گروه هایی هستند؟ صفحه بعد. گروه A خاک هایی هستند که مقاومت فشاری تک محورشون CU Cohesion on Drain، چسبندگی زهکشی نشده، 144 کیلوپاسکال باشه حداقل. یعنی اگر چسبندگی خاکت از 144 کیلوپاسکال بیشتر باشه میشه گروه A، بین 48 تا 144 کیلوپاسکال باشه میشه گروه B و کمتر از 48 کیلوپاسکال باشه میشه گروه C. برمیگردیم تو جدول. اگه خاکمون گروه A بود، شما شیب دیواره های گود رو بگیر 53 درجه، تمام دیگه، اصلا ساز نگهبانی هم نمیخواد. گروه B بود بگیر 45 درجه. این 45 درجه خیلی باب شده بین مجریا و اینا، میگن آقا 45 درجه بردار، در حالی که واقعا جداول میگن گروه بندی بستگی به نوع چسبندگی خاکت داره. گروه C 34 درجه بعد برداری. گروه A تو کوتاه مدت زیر 1 سال
به جای 53 درجه میتونی 63 درجه برداری. به این صورت یعنی گود تو با شیب پایدار داری برمیداری دوستان. بعضیا میان به جای شیب پایدار پلکانیش میکنن، برم بندی بهش میگن. اینجوری شیبش چی جوریه؟ کف پله ها رو بیا به هم دیگه وصل کن. کف پله ها رو وصل بکنی میشه شیب دیوار. به هر حال این شیب پایدار واقعا روش خوبیه و هر جایی که جا داشتید از شیب پایدار استفاده بکنید، روش خوبیه. دیروزم خدمتتون عرض کردم در واقع یکی از چالش های سازه های نگهبان اینه که من این سازه نگهبانم چقدر با دیواره های گود ارتباط داره، چقدر چسبیده. اینجوری بهتون بگم، سازه های نگهبانی که ما میسازیم عموما دیواره های گودی یه ذره حرکت میکنن تا اونا توی نیرو بیفتن. خرپا فکر کردید خرپا اگه پشتش هم پر بکنی کاملا چسبیده به دیواره گود؟ نه، دیواره گود یه ذره جابجا میشه که خرپای تو کار بیفته. نیلینگت باید دیواره گود یه مقدار جابجا بشه تا نیلات تو کشش بیفتن. مهار متقابل همینطور، تاپ داون و اینا همه همینطور. اما اگه از این روش شیب دار کردن یا پلکانی استفاده بکنی خب خود خاک دیگه خودش چسبیده به خودش دیگه از اول. این کمترین جابجایی ها رو میتونه در دیواره گودت ایجاد بکنه. جناب مهندس سجاد گفته زاویه رو ممکنه رو شکل نشون بدید. بله چرا که نه. برگردم اینجا رو فکر کنم خیلی اینجا میتونم براتون بذارم. این کف گود خب اینجوری هم حفظش بکن مهندس جان. اینو بهش میگن 90 درجه. من اینجا رو نقطه چین کنم. اینو بابا بهش میگیم گود 90 درجه. این بنابراین این هر چقدر خاکتون شلتر بشه، من چند تا دیگه براتون بکشم اینو، این شیب باید ملایم تر بشه. خب شیب ملایم تر بشه کدوم زاویه میشه؟ این میشه دیگه. وقتی که میگه این 90 درجه یعنی این بیاد این بالا. وقتی میگه 53 درجه یعنی این. وقتی میگه 34 درجه یعنی این. خیلی ملایم تر بشه اینجا. اینم برای مهندس سجاد عزیز. مزایای روش شیبدار کردن یا پلکانی: عدم قرارگیری سیستم نگهداری موقت در درون زمین اصلی. واقعا گل سرسبد این کار همینه مزیتش. یعنی من وقتی خرپا میزنم دیگه، دوستان داریم وارد بحث‌های خیلی اجرایی و چیز سازه های نگهبان میشیم. موقعی که من خرپا میزنم یا مهار متقابل میزنم، آقا این پروفیلا میاد تو گودم، پدر منو واقعا در میاره. یعنی این خرپاها اون المان مایلش، مهار متقابلا بالا سر گودم، نمیدونم اینا میان بیچارم میکنن. اما این بنده خدا روش شیبدار یا پلکانی کاری به کف گود من نداره. من میام اینجا آرماتورمو میریزم، ستونمو میذارم، سازمو میسازم، میرم بالا، کاری با هم نداره. بعدم اینا رو پر میکنم. اینها سرعت اجرایی بالا، خب چیزی نمیخواد بسازم اونجا. هزینهش کمه، بله، فقط یه خاک برداری، خاک ریزی مجدد داری. معایب: بزرگترین عیبش اینه که نیاز به فضای باز در اطراف زمین داری و خب خاک ریزی و خاک برداری بیشتر میشه که طبیعیه. اینجا یه تصویر داریم میبینیم باز راجع به روش گود برداری شیبدار که دارید میبینید. به اینجا پایین گود رسیده، شیبدار کرده، بتون مگرش اومده اینجا ریخته، فونداسیونش رو بسته، اسکلت سازه رو گذاشته و بعد نهایتا گراند سورفیس رو، سطح خاک رو مجددا با خاک ریزی رسونده به اینجا. روش برم بندی رو دارید میبینید. میگم اینجاها باید فضا باز باشه تا بشه از این روش استفاده کرد. باز یه روش برم بندی رو دارید میبینید توی ایران. میبینید پلکانی اومده اینجا استفاده کرده، گاهی اوقات پله ها رو هم یه شیبی بهش داده. این هم مثل گود برداری و پایدارسازی هستش دیگه. این خیلی تصویر قشنگیه دوستان.
گاهی اوقات خوب دقت کنید اینجا رو، خواهش میکنم. گاهی اوقات ما فضا اطراف گودمون داریم اما زیاد نداریم، مثل این که میگن آب هست اما کم است. اینجا زمین اطراف گود است اما کم است. تو این جور مواردم در واقع مقرون به صرفه ترین و اجرایی ترین فنی ترین روش ترکیب در واقع برمبندی یا شیبدار کردن قسمتی از دیواره های گود به اضافه سازه های نگهبان دیگه است. اینجا نگاه کنید چه خوش سلیقگی به خرج داده. زمین داشته اینجا، اومده این قسمت رو شیبدار کرده یا برمبندی کرده و بعد رسیده به جایی که مجبور بوده به کف گودش برسه، اینجا رو عمود رفته پایین و عملیات نیلینگ اومده انجام داده. این هم باعث میشه که هزینه های اجراییمون، یعنی به جای اینکه دیواره گودمون مثلا 9 متر باشه شده 4.5 متر، نصف شده. بنابراین طول نیل ها کاهش پیدا میکنه، فاصله نیل ها در واقع میتونه بیشتر بشه، مقرون به صرفه تر میشه. چرا؟ چون من اومدم قسمتی از گود رو به روش شیبدار کردن نگه داشتم. اینم همینطور، اینجام زمین هست اما کم است، اومده این قسمت رو شیبدار کرده، این قسمت رو یه پله داده، یه پله بزرگ داده، اومده گود رو نیلینگ کرده، اینجا رو یه پله دیگه هم اینجا اومده داده، دوباره نیلینگ کرده، یه پله کوچیک هم اینجا اومده داده. این خیلی صرفه اقتصادی واقعا توی طرح داره. گود برداری به صورت شیبدار رو دارید اینجا میبینید و رسیدیم به روش‌های عمومی پایدارسازی گود در محیط‌های شهری که معمولا اطرافمون زمین نداریم. روش‌های گودبرداری در واقع پایدارسازی گود یا سازه‌های نگهبان رو توی این تصویر دارید می‌بینید. عزیز دل کارای نظام مهندسی ما خرپاست. خرپا واقعا بالای 80-90% سازه‌های نگهبان ما خرپاست. از این الانم بلافاصله وارد خرپا میشیم. مهار متقابل رو براتون خواهم گفت، شمع‌ها، پایل‌ها رو خواهم گفت. سپرکوبی من خیلی دوستش دارم، این شیت پایلینگو خیلی عزیزه، کیف میکنه آدم وقتی روششو میبینه. متاسفانه تحریمیم، نه سپراشو به همون میدن نه دستگاهاشو به همون میدن. بعضی وقتا آدم هرس میخوره، از تکنولوژی های روز دنیا نمیتونیم استفاده بکنیم. شبیه یه خانواده ایم که با ماشین بنز و بی ام و اینا از کنارمون رد میشن، تو تلویزیون رفاه رو داریم میبینیم ولی خودمون نمیتونیم با دنیا ارتباط بگیریم و استفاده بکنیم، متاسفانه به خاطر تحریما. این سپرکوبی یکیشه واقعا. حالا تو روشش رسیدیم، وقتی براتون میگم میگی چرا این روش رو ما کار نمیکنیم؟ تحریمیم، به همون نمیدن متاسفانه. روش های نیلینگ و انکراژ رو بهتون میگم، دوخت به پشت، بلوک مهاری، دیافراگم وال ها خیلی روش های خوشگلی هن. این ریز شم ها داستان دارن، من یه خط هم میکشم روش. آقا ریز شم ها به درد گود برداری نمیخوره. اینجا هم عمدن من آوردم برای اینکه بگم آقا به عنوان روش پایدارسازی گود اعلام می شود ولی به درد نمیخوره. ریز شم‌ها شم‌های کوچولو هن، ظرفیت بورشی خوبی ندارن و استفاده نکنید. جلوتر اصلا تعریف براتون میکنم که چیان بیشتر روش اجراش هم شاید یه گوزگوریزی بهش بزنیم، اما میگم چرا استفاده نکنید واقعا. دیوار اختلاط عمیق و تزریق با فشار بالا یعنی DSM، چقدر خطم بد شد اینجا، و جت گروتینگ، این دوتا دوقلوی دوست داشتنی رو که تو جنوب کشور و شمال کشور خیلی کار میکنن تو گود برداری رو خدمتتون میگم. سیستم های جزیره‌ای و در نهایت آخرین چیزی که با هم کار میکنیم روش تاپ داون خواهد بود. اینجا توی این تصویر دارید روش های گود برداری رو میبینید، روش شیبدار کردن، برمبندی، خرپا. خاک مسلح هست اما به درد
جاهایی که خیلی فضا هست میخوره، به درد کارهای نظام مهندسی ما واقعا نمیخوره. خدمتتون عرض کردم ارزش خیلی زیاده. روش مهار متقابل، روش دیافراگم، ریز شما رو که گفتم قبولش نداریم، نیلینگ، انکراژ، سیستم های ترکیبی، یعنی میای شم میزنی، شما رو با نیلینگ میدوزی به پشت. سیستم های جزیره‌ای مخصوصا برای جاهایی که عرض ساختمونت زیاده خیلی به درد میخوره. و روش تاپ داون، اینجا با این شکل‌های شماتیک خدمتتون معرفی کرد. عوامل مؤثر بر انتخاب روش‌های گودبرداری، خب 12-13 تا روش گودبرداری رو من خدمتتون عرض کردم. از بین این همه خوبان کدوم رو انتخاب بکنیم؟ واقعا نمیشه گفت، دیروزم بهتون گفتم نمیشه گفت کدوم از این روش ها بهترینه. بر اساس عوامل مختلفی که وجود داره تو هر پروژه، و مثلا حجم کارت چقدره، چند در چند زمینه که میخوای گود برداری، عمق گودت چقدره، آیا گودت در داخل شهره یا خارج شهره، آیا در منطقه شلوغ شهره یا در منطقه خلوت شهره، آیا اطراف زمین بایر داری اطرافش معبره یا نه ساختمانه، آیا زمینی که میخوای گود برداری کنی شیب داره، ماشینالاتی که تو اون منطقه هست به چه صورتیه، مثلا میخوای دیافراگم وال کار بکنی، آیا تجهیزاتش وجود داره، میخوای نیلینگ بکنی، آیا درل واگن وجود داره، چالزن وجود داره اونجا، نیروی انسانی چی جوریه، میخوای بیای مثلا حالا تو ذهنم نمیاد شیت پایلینگ میخوای بکنی، آیا حالا تجهیزات و ایناش هم داری، آیا نیروی انسانی که بتونه شیت پایلینگ اجرا بکنه داری؟ نیروی انسانی مهمه. قوانین و ضوابط اداری و فنی اجازه میده اون روش رو بزنی؟ مثلا اگر نیلینگ میخوای بکنی باید بری حتما کسب اجازه بکنی از همسایه ها، مثل قوانین و ضوابط اداری داری، اینا رو باید انجام بدی، آیا اجازه بهت میدن برای نیلینگ؟ و مهمترینش واقعا میگن مثلا یه فیلمی رو معرفی میکنن آخرش میگن با حضور فلانی، اینجا هم همه این عوامل رو ما گفتیم، اما با حضور شرایط اقتصادی. واقعا تو میخوای شم بزنی، اون معلم بازنشسته ای که کارفرماته اصلا پولشو داره؟ تو میخوای بیای دیافراگ وال بزنی، اصلا هزینه اجاره اون تجهیزاتشو داری؟ اگر نداری باید بری دنبال یه سری روش های ارزونتر ولو نافنیتر. خب بریم سراغ ساز نگهبان خرپایی و شروع کنیم ببینیم اینا اجراشون به چه صورتیه و یه سری تصاویر هم نشونتون بدم. اول از همه دوستان، برای ساز نگهبان خرپایی من میخوام اجزاء مختلف ساز نگهبان خرپایی رو به شما بگم. تو تصاویری که دیروز و امروز نشونتون دادم دیدید یه چیزایی رو به عنوان ساز نگهبان خرپایی به ما میقبولونن و ما چون شاید اجزایش رو بلد نیستیم یا یادمون نیست گول میخوریم، قبول میکنیم اینو به عنوان ساز نگهبان خرپایی. اینجوری نباید باشه. اجزای ساز نگهبان خرپایی ایناست، اینا رو باید داشته باشه. مهمترینش عضو قائم خرپا. این عضو قائم خرپا خط مقدم مقابله با رانش های خاکه، مهمترین عضو ساز نگهبان خرپاییه. دید تو اون فیلمه که داشت میریخت اصلا عضو قائم رو نذاشته بود، میاد اینجا یه پروفیل افقی میندازه، یه سری مایل ازش میگیره. این سازه نگهبان خرپایی نیست دوستان. پس عضو قائم، این عضو قائم باید شمع داشته باشد دوستان. باید، اینایی که دارم میگم ماست انگلیسیه. عضو قائم باید شمع داشته باشد. بعد عضو مایل، این عضو مایل باید پی داشته باشد، باید ماسته. و بعد خرپایی که بینش هست، اجزای خرپا. آیا تمام شد؟ خیر.
چه فکری به حال خاک بین خرپاها کردی؟ این خیلی مهمه دوستان. خواهش میکنم این مرحله رو یادتون نره. خاک بین خرپاها میتواند ریزش بکند، میکند، اصلا میتواندم نه. شما چه فکری به حال اینجا کردی؟ آیا مشاشات میکنی؟ دمت گرم. تخته گذاری یه تیکه میکنی؟ دمت گرم، کارت درسته. دیوار حائل بتون آرمه میبندی؟ عالی، حرف نداره، تو تصاویر نشونتون میدم. خدمتتون دیروز عرض کردم بعضی وقتا میان تیرچه میندازن، من تو قم دیدم، اونم دمت گرم. اما بیای هیچی نذاری یا اینکه بیای آجر سفال بلوک کار بکنی، اینا اصلا درست نیست. پس یه دور دیگه مرور بکنیم اجزای ساز نگهبان خرپایی رو. عضو قائم شمع، عضو مایل پی، اجزاء خرپا و در نهایت اینکه بین خرپاها میخوای چیکار بکنی. عموما بادبند هم یه در میون تو دهنه ها میذارن، یعنی اینو میذارن بعدی نداره معمولا، دهنه بعدی بادبند داره که خب مشاشات هم میاد روی این بادبند ها قرار میگیره. جناب مهندس سجاد میگن عضو افقی هم داره. عضو افقی نمیدونم منظورت اینه، این جزء خرپاه. آره اینم هست. اینو با همون خرپایی که گفتم بینش باید خرپا بزنیم تکمیلش بکنیم خرپا رو. این عضو افقی، حالا شما میخوای اسمشو بذاری. بین این پیها معمولا یک شناژ میبندن، حالا میبینید توی تصاویر جلوتر. این شناژ هم جزئی از ساز نگهبان خرپاییه، باعث میشه که این خرپاها عملکرد یکسان هم پارچه با هم داشته باشه. خیلی خطیش کردم، ببخشید. این روش یکی از مناسب ترین و متداول ترین روش های اجرای ساز نگهبان در مناطق شهری است. واقعا همینطوریه. چرا؟ چون اجراش ساده است، نیاز به تجهیزات و تخصص بالایی نداره و عین حال قابلیت انعطاف پذیری زیادی از نظر اجرا و شرایط داره. عموما گودهای از 1 متر تا 16-17 متر رو میشه خرپا کار کرد. من خودم گود 22 متری هم با خرپا دیدم، مشاورش بودیم ما سمت نیاوران، اجرا کرده بودن. انعطاف پذیری زیادی تو خاکهای مختلف داره، اگرچه که هرچی خاکت سفت و سخت‌تر باشه جابجایی دیوارهای گود تو این شرایط خرپاها کمتر میشه. اگه خاکت نرم باشه، شل باشه، جابجایی بیشتری به هر حال میگیره، چاره اینایی نیست. ولی انعطاف پذیری زیادی واقعا داره، تجهیزات خاص عجیب غریبی نمیخواد، تخصص بالایی نمیخواد و به خاطر همین ساز نگهبان خرپایی رو محبوب کارهای نظام مهندسی ما کرده دوستان. حالا میخوام مراحل اجرای ساز نگهبان خرپایی رو خدمتتون عرض بکنم. مراحل اجرا رو که گفتم فیلم‌های اجرایی رو هم براتون میذارم و بعد نکات بعدیشو خدمتتون عرض خواهم کرد. دوستان من الان میخوام روشی که استاندارد، کم خطره، کم ریسکه برای اجرای سازه‌های نگهبان خرپایی خدمتتون عرض کنم. اما مالکا و مجریا بعضی وقتا میان روش‌های کم خرج‌تری برای اجرا به ما میگن. من اون روش‌ها رو هم بهتون میگم و میگم چه خطرها و ریسک‌هایی داره و تو هر خاکی واقعا نمیشه اونها رو کار کرد که میدونید سپر خاکی و از این چیزا میان میذارن و راجبش خیلی صحبت خواهیم کرد. شاید فردا اول وقت بهتون بگم به خاطر اینکه خیلی مهمه. چرا من باید به خاطر جیب مالک روش پرخطرتری رو در اجرای ساز نگهبان خرپایی بگم؟ و اصلا اون روش های استاندارد و ایمنی نیست. تنها روش استاندارد و ایمن برای اجرای ساز نگهبان خرپایی اینیه که الان میخوام بهتون بگم و فیلماشو براتون میذارم. بریم با هم مرور بکنیم. اول از همه دوستان، قبل از اینکه بخواد گود رو برداره باید بیاد جایی که اعضای قائم، دیگه الان اجزای خرپا رو شناختید دیگه، یه عضو قائم داشت اصلی ترینه،
جایی که عضو قائم با شمعش میخواد قرار بگیره مغنی میاد میکنه. پس اولین مرحله اجرای ساز نگهبان خرپایی اینه که جای اعضای قائم رو ما میایم چاه میکنیم. عمق این چاه ها باید چقدر باشه؟ عمق گود برداری به اضافه عمق شمعمون. حالا میتونه اینا رو مغنی بیاد دایره بکنه، اجراش راحت تره، ارزون تره. بعضی وقتا میان مربع مستطیل کار میکنن، اجراش سخت تره، گرون تره. اما این پروفیل قائم خرپا رو که میخوای اینجا قرار بدی عموما توی مربع مستطیلا بهتر درگیر میشه با دیواره گود. اگر دایره باشه ممکنه خوب درگیر نشه، پشتشو مجبور بشی پر بکن. بعد از اینکه من این چاه ها رو اومدم کندم، میام قفسه آرماتور رو، قفسه آرماتور چی؟ شمع ها رو، شمع عضو قائم رو، ایناهاش در درون این چاه ها قرار میدم. عضو قائم رو به همراه یک سری صفحات لچکی ها و زائده هایی که باعث میشه عضو قائم در درون شمع خوب فیکس بشه به همراهش قرار میدم در درون چاه. بتون ریزی میکنم. اینها، این عضو قائم، این لچکی ها، زائده ها، نبشی ها. توی این تصویرم دارید میبینید اینها، یه نبشی اینجا جوش داده، یه چند تا نبشی هم اینجاها اومدن جوش دادن. عضو قائم رو میذارم در داخل این در واقع آرماتورها. بتون شمع رو میریزم. حالا وقتی عضو قائم رو گذاشتم، شمعش هم بتون ریزی کردم، شروع میکنم گود برداری میکنم به صورت شیبدار. این شیبه باید چقدر باشه؟ همونی که جدول بندی کردم خدمتتون عرض کردم. گروه A B C چسبندگیش از 48 کیلو پاسکال بیشتره کمتره فلان. با شیب پایدار میام گود رو برمیدارم. با شیب پایدار که اومدم برداشتم، حالا میام فونداسیون عضو مایل رو میریزم، عضو مایل رو روش نصب میکنم. از این ور به داخل فونداسیون، از اون ور اتصال میدم به عضو قائم. چجوری؟ اینهاش، این پی عضو مایل، عضو مایل، پی عضو مایل، عضو مایل، به این صورت. بعد از اینکه عضو مایلم هم همراه پیش اومدم نصب کردم، میام شروع میکنم این از بالا این قسمت رو باید به صورت دستی دیگه مجبور میشی برداری. خاکش رو به صورت دستی برمیدارم، عضو خرپا رو تکمیل میکنم. اگر فاصله ای بین عضو قائم و دیواره گود وجود داره، با مصالح مناسب پر میکنم. مصالح مناسب چیه؟ بهترینش گروته، ملات. ولی از لحاظ اجرایی آیین‌نامه‌ای با هر مصالحی که مقاومتش از خاک دیواره گود بیشتر باشه میشه پر کرد. ممکنه مثلا بیای از گروت استفاده بکنی، ممکنه بیای از خورده آجر و سنگ به همراه سیمان گچ استفاده بکنی، هیچ ایرادی نداره، مقاومتش از خاک دیواره گود بیشتره. من یه جا دیدم شات گریت میکرد، از پشت میبست شاتو میبست پشتش، اونم خوبه. به هر حال از بالا شروع میکنم این خاک رو برداشتن، خرپا رو تکمیل کردن. اگر فاصله بین عضو قائم و دیواره گود هست، اون رو پر میکنم. همین کارا تا پایین انجام میدم، خرپامو تکمیل میکنم. آیا تمام شد؟ نه. برای فضای بین خرپاها چه فکری کردی؟ یا مثل این شکل دیوار حائل بتون آرمه میبندی، یا اینکه میای تخته گذاری میکنی، مشاشات میکنی و در نهایت سازه نگهبان خرپایی تو تکمیل. سوال پرسیدید که این گود برداری با شیب پایدار رو که به مالک بگی انگار بهش فحش دادی. آره دقیقا همینطوره، دقیقا مهندس رضا. ولی استانداردترین روش پایداری، یعنی اجرای ساز نگهبان خرپایی همین است، ولا غیر، ولا غیر.
مالکا فوش میدن. برای چی فوش میدن؟ آقا هر کی فوش داد بگو آقا این روش اجراشه، بدون این اجرا نکنی من ناظر قبول ندارم، گزارش تو بده. میاد با روش اجرایی خودش که پرخطره اجرا میکنه، گزارش تو بده. قرار نیست با کسی دعوا بکنی. آقا من به ایشون گفتم که باید با این روش کار بکنه، تو گزارشتون بنویسید. متاسفانه از روش پرخطر و پر ریسک اونجوری داره استفاده میکنه، گزارش تو بده. مهندس جان، چرا مالکا به این سمت نمیرن؟ یک، به این دلیل که مهندس رضا گفت، به خاطر اینکه این گود برداری رو باید با این شیب پایدار بیای ورداری و این خاکا رو مجبور میشی بعداً بیاد دستی ورداره، براش هزینه داره. و این چاهایی که میزنه که دونه دونه مغنی باید بیاد این چاه‌ها رو بکنه و این عضو قائم رو قبل از گود برداری بیاد بذاره، اینم براش هزینه بر هست. باشه، روش کم ریسک تریه. عضو قائم اما قبل از گود برداری اومدم گذاشتم، چه روشی بهتر از این؟ جناب مهندس سجاد گفتن ویژگی تخته ها در روش تخته کوبی چیه؟ این تخته هایی که ما میذاریم بین اعضای خرپا، من جلوتر چند تا اسلاید براتون آوردم. FHWA خیلی قشنگ اومده توضیح داده. بر اساس نوع خاک، مهندس سجاد عزیز، بر اساس نوع دیوارهای گودت و بر اساس فاصله بین خرپاها، FHWA اومده ضخامت این تخته ها رو برات مشخص کرده. از 7.5 سانت تا 12.5 سانت ضخامت این تخته ها. جدولش رو حتما خدمتتون عرض خواهم کرد. پرسیدید که مششات رو چطور با خرپا درگیر کنیم. یه فیلمی الان براتون میذارم که مششاتش رو، در واقع مشش رو داره میذاره. شما مش رو باید ببری پشت بال اینها، اینجا هست دیگه، این مش رو باید ببری پشت بال یا به نحوی به این اتصالش بدی و بعد شاتو بیریزی پشت این که بچسبه. طوری باید باشه که اگر خاکی به پشت شاتت رانش کرد بتونه بار رو عین یک دال انتقال بده به این اعضای قائمه. دوستان، دید مهندسیتون مثل سقف باشه، چون ما اینو داریم هم توی خرپاها، فضای بین خرپاها، هم تو مهارهای متقابل، فضای بین مهارهای متقابل. همه که شمع‌ها تو با فاصله داری میزنی، فضای بین شمع‌ها، همه اینا باید مثل مش و شات باشه. دیدتون نسبت به این مثل دال باشه. چطور من الان روی سقف بار من رو سقف میگیره میده به تیر، این در واقع نوع ساز نگهبانی که بین خرپاها میزنی هم باید بار خاک رو بگیره انتقال بده به اعضای قائمت. سوال گفتید که پس پشت عضو قائم رو اول پر نکنیم بعد از شات حل میشه. بله، اینم حرف خوبیه. میگن که خب اینو من پرش نمی کنم، میام مشم و میندازم اینجا. اگر روشه که میخوای اینجا استفاده بکنی مش و شاته و مشم رو که اینجا بستم شات میکنم، این پشتم هم شات میکنم، از اون برم انتقال میدم. بسیار عالی، عالی، چرا که نه. اینا رو خدمتتون عرض کردم. آها، دوست داشتم الان فیلمش رو با هم میدیدیم اما تخته گذاری ها اومد. بذارید چون سوالم پرسیدی تخته گذاری هم بگم یا بریم سراغ فیلم؟ زیادم وقت نداریم. حتما نباید مغنی بیاد و شروع کنه اینا رو با دست حفاری کردن. واقعا حفاری با مغنی خیلی کار پر حادثه و پر ریسکیه. از این دستگاه ها وجود داره که میتونه بیاد خیلی سریع و شیک و مجلسی بیاد و چاهاتون رو حفاری بکنه. نگران ساختمون هایی که کنار گودتون هم هستن نباشید. نیا کنید دستگاه چه خوشگل داره کار میکنه.
اینجا منظورم. ببینید گاهی اوقات این موسم منو نگاه کنید، گاهی اوقات انقدر عرض ساختمونمون کمه که من اگر بخوام یه شیب مثل اون شیب پایدار اینجا بدم، یه شیب پایدارم اینجا بدم، اصلا به کف گودم نمیرسم که بخوام فونداسیونم رو اجرا بکنم. به ناچار مجبور میشم که شیب هامو تندتر بردارم، چاره ای ندارم، عرض ساختمونم کمه. الان این روش همون روش اجرای اصلی خودمونه. چرا؟ چون نگاه کنید این اعضای قائم رو ببینید، این اعضای قائم رو اینا هانی‌ها کنید، اینا رو قبلا مغنی اومده اینجاها رو کنده، اینا رو فرو کرده در داخل اینجا. حالا درسته شیبش یه خورده تنده، ولی چاره ای نداشته، برای اینکه میخواسته به کف گود برسه مجبور شده شیبش رو تند بگیره. در خاک هایی که متوسط رو به بالا ایرادی نداره این شیبه یه خورده مثل اینجا تند تر بگیره. اینجا یه چیزی هولوش اون 63 درجه شاید 65 6 درجه شیب داده که اگر چسبندگی خاکش بالای 148 کیلو پاسکال باشه مورد قبوله. اومده چیکار کرده؟ شیب رو اومده برداشته، بعد این پایین داره فونداسیون رو اجرا میکنه، فونداسیون اعضای مایل رو داره اجرا میکنه. اینها فونداسیون اعضای مایل رو اومد اینجا اجرا کرد. وقتی فونداسیون ها رو اجرا کرد، حالا شروع میکنه اعضای مایل رو اجرا میکنه. این سپرهای خاکی ایجاد میشه. وقتی کلا اینجاها رو خاکش رو برمیداره، سپرهای خاکی ایجاد میشه. این سپرهای خاکی رو هم یه دفعه نباید برداره دوستان. نگاه کنید اومده 2 تا اینجا برداشته، مشوشاتش میکنه. بعد این دوتا رو میذاره باشه، رفته اونور 2 تا رو برداشته، مشوشاتش میکنه. 2 تا رو میذاره، میگن دندون موشی یا یه درمیون شطرنجی، تو کارگاه بهش میگن دندون موشی. مشوشاتش میکنه و بعد میاد دوباره بین اینها رو ور میداره و کامل مشوشاتش رو ایجاد میکنه. هیچ وقت نباید به خاک شوک وارد بکنیم، به خاطر اینکه همه خاک ها رو با هم برداریم. دونه دونه بردارید، مشوشاتش بکنید و در نهایت یه همچین گود خیلی تمیزی با مشوشات خوشگل اومده داده. زبدریا رو اگر ببینید یه درمیون اجرا شده، معمولا طراحا یه درمیون میدن، یه کار خیلی قشنگی گوشه های گودشو کرده. این عضو قائم اینجا، عضو قائم اینجا، عضو قائم اینجا، گوشه های پی رو اومده مهار متقابل زده. دمش گرم، خیلی کارش قشنگ. قبلش یه توضیح راجع به این گود بدم. این قسمت موسم رو ببینید، این قسمت گود رو اومده مهار متقابل کار کرده، روبروش هم اومده مهار متقابل کار کرده. ببخشید ذهنم رفت تو مهار متقابل. این قسمت موسم رو ببینید، اومده خرپا کار کرده، روبروش هم اومده خرپا کار کرده، اون روبرو اومده اینجا مهار متقابل کار کرده، زیر این کانکسه هم اومده نیلینگ کار کرده. یعنی از 3 روش اومده استفاده کرده در 4 قسمت گودش. جناب تابعین گفتن یعنی در وقت تا زمان اجرای مشوشات عضو عمودی خرپا هیچ کاری نمیکنه. اینجوری نیست. چرا هیچ کاری نمیکنه؟ اینجا رو نگاه کنید مهندس، لایه به لایه که میاد. الان این خاک ها اومد برداشت، حالا خیلی خط خطی کردم ببخشید. این خاک ها که اومد برداشت، این قسمت پشت برداشته میشه میاد پر میکنه. اینجا همچنان پره چون هنوز عضو قائم در درونش قرار گرفته. هر جا که خاک رو برمیداره پشتشو میاد پر میکنه. گفتید که میشه با مشاشات پر کرد. گفتم آره، به محض اینکه مرحله گود برداری در واقع داره میره پایین انجام میشه. آخه پشت عضو قائم با دیوار فاصله داره. ببینید هر جایی فاصله داشته باشه این فاصله رو باید سریع پرش بکنید با گروت یا سایر مصالح دیگه. حالا مشاشاتتون هم دست دارید، دسترس هست، مشاشاتش بکنید.